از لحاظ معنویت ببینید تا بروین به خانه دوست خود، بفهمین با خود چی ببرین و از اونجا چی بیارین و هر لحظه بدانین در خانه دوست هستین و این خانه را از روزی که آن خانه را پروردگار ساخته یک بار در داخلش نرفته و از روزی که این خانه را ساخته یک لحظه رو ترک نکرده. تجلی نور خدا هر لحظه در دل مؤمن هست. چی میخواهیم؟ امروز ما به رنگها عاشق شده ایم. تعصبات گوناگون در مابین دنیای اسلام همه ما را به هلاکت و به سرطان مواجه کرده است. ولی خیلی آیاتی هست در رابطه با این که شما متفرق نباشین. واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. ما به گناه‌های مختلف یکدیگر خود می‌خواهیم سرکوب و منکوب بسازیم، در حالی که خداوند در صحف ابراهیم و موسی در قرآن آمده است. در یکی از صحیفه‌های در 10 صحیفه‌ای که برای حضرت ابراهیم خلیل الرحمن و موسی داده شده، در یک سخن است. بشنوید، خیلی جالب است. پیوند بکن به کسی که خود را از تو ببرد، عطا کن به کسی که تو را محروم سازد، سخن گوی با کسی که زبان از تو باز دارد، نیکی کن به کسی که به تو بدی کند، نصیحت کن کسی که به تو خیانت کند، احسان کن به کسی که به تو ظلم کند، تا ثمره فضیلتی که به پیغمبران دادن به تو بدن. بیاییم یک سخن دیگه در آخر من حیث اختتامیه که دوستان ما هم اینشو خیلی لطف کردن و بزرگواری کردن و این سخنها را شنیدن. ما شاراه محمد رسول الله به پیش ما ثابت است به عنوان مشعل تابناک. در قرآن 2 تا آیه هست که می فرماید لقد ابلغتكم رسالتی ولکن لا تحبون الناصحین. من معذب هستم که به شما برسانم رسالت ها را. یکی از زبان حضرت صالح میگوید خداوند و یکی از زبان شعیب ولکن لا تحب الناصحین، ولی شما نصیحت کننده را دوست ندارید. بیاییم به معنویت اتکا بکنیم. از لحاظ معنویت خود اسلام ما رو میخواهد بسازد تسلیم. شریعت تقلید است و طریقت تسلیم. الاسلام هم هو تسلیم است. این هر دو با هم ضم هستند. اینا رو منفرد و جدا از هم نداریم. ولی اگر میخواین لذت اسلام را درک بکنین، این هر دو رو با هم مکس بکنین. در غیر از امکان ندارد. آنچه مردم میکنند بوزینه هم میکند او آنچه بیند دم بدم. او گمان کرده است که من کردم چو او، فرق را کی داند آن استیز خو. گر بیاموزی سفیری بلبلی، تو چی دانی کو چی دارد بابلی. لحن مرغان را اگر واثق شدی، بر مراد مرغ کی واقف شدی. میموه و میمونون تشریف نیست، لفظ مومن جز پی تعریف نیست. هیچ نامی بی حقیقت دیده ای، یا زگاف و لام گل چیده ای. بیاییم در معنویات داخل بشیم. بیاییم به چشم خود ببینیم و به گوش خود بشنویم. آدمی زنده به عز است و شرف. آدمی زنده شود، حیوان زنده شود لیک از علف. آدمی فربه شود از راه گوش. حیوان فربه شود از حلق و نوش. بیاییم چشم داری تو به چشم خود نگرد، منگر از چشم سفیهی بیخبر. گوش داری تو به گوش خود شنو، گوش گولان را چرا باشی گرو. این سخنهایی هست که بیز تقلیدی نظر را پیش کن، رو به رأی و عقل خود اندیشه کن. مرد شو و صخره مردان مشو،
روسری خودگیر و سرگردان مشو. آن عصاکش که گزیدی در سفر هست، پس بدان او را از خود کورتر. چشم چون نرگس فرو بندی که چی، که عصایم کشک کورم ای یکی. آن عصاکش که گزیدی در سفر، پس بدان که هست از تو کورتر. هیچ وقتی سخن کس را وقتی که میشنویم تقلید نکنیم، ببینیم عملا سخن از خداست، سخن از پیغمبر است، سخن از دوستان خدا هستند. در اینجا ما تسلیم هستیم، ما که مسلمان هستیم تسلیم هستیم. پس در آخر به عنوان اختتام بشنویم یک سخنی که ما را از رنگها نجات میدهد، از پذیرش و تعصب در برابر رنگها ما را نجات میدهد. ما که از بیت الله الحرام برمیگردیم یا ما که ما میخواهیم برویم، باید این رنگها را باید پیش ما مردود باشد، به خاطر که یکی از ارکان از اصول حج همی هست که ما در آنجا رنگهای گوناگون میبینیم، سیاه میبینیم، سفید میبینیم، به لسان عرب میبینیم، به لسان عجب میبینیم، به لسان انگلیس میبینیم، به لسان هندو میبینیم، به این زبان و به آن زبان و به این قوم و به این ملیت. ولی در آنجا ما دقت میکنیم که همه اینها در یک خانه جمع شدن، در اطراف این خانه جمع شدن. اگر این خانه را برداری از مابین اینا چی سجده میکنن؟ همه به طرف تلوار خود. پس این هم یکی از عظمت است که بشناسن یکدیگر خوده، با هم محبت پیدا بکنن، با هم صمیمیت پیدا بکنن، با هم مشکلات خود کمک بکنن یکدیگر خوده. انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم. از آداب معاشرت یکدیگر خبر شوند، از اخلاق عالی یکدیگر خبر شوند، با یکدیگر خود دوستی و مودت و رفاقت بکنن. این هست یکی از اصول حج. در آخر هندو و قبچاق و ترک و همهبیش جمله یک رنگند اندر گور خویش. تا بدانی این همه رنگ و نگار، جمله روپوشند ملکی مستعار. رنگ باقی سبقت الله است و بس، غیر آن را بسته دان همچون جرس.